بزن بریم تستش کنیم. شکلات، چیپس. بریم شکلات آب کنیم. خب چیپس اول باید بندازیم تو شکلات. این چیپس ببخشید. بعد که قشنگ شکلات اندود شد، خب حالا این چیپس الان باید 1-2 دقیقه بره تو فریزر. بریم بیایم. اینم محصول نهایی. بریم ببینیم چطور شد. خدا وکیلی خوشمزه شد. لایک و ساب یادت نره.